толори варзишии Кангурт имрӯз ҷиҳати омода кардани ҷудокорони муваффақ ба яке аз базаҳои асосии варзишӣ табдил ёфтааст ва то ин дам чандин чеҳраҳои номдореро ҳам дар ин риштаи варзиш ба воя расонидааст. баргузории мусобиқаҳои мухталиф оиди намудҳои гӯштин аз масъулияти навбатӣ аст, ки устодони ин ҷо ҳунару маҳорати шогирдони навкори хешро мавриди санҷиш қарор медиҳанд. این نوبت کلوب ورزشی کانگورت در یک جایگی با مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه شاه منصور مسابقه کشاد داخلی مؤسسوی اویدی جودو بخشیده به روز زبان دولتی تاجیکستان برگزار نمود که آن هم شماره زیادی کودکان و نورسان را از عائله بزرگ جودای مملکت به هم آورد. خیلی که می‌بینیم طول 2-3 سال اخیر جودو خیلی در تاجیکستان رشد یافته است. از این سبب ما خواهان آنیم که نورسان و کودکان از کارهای ناشایان دست کشیده بیان به نمود ورزش مشق کنند. خیلی که پیشوای ملت میگوید که ورزش گروی سلامتی ملت بایگری دولت میباشد. در این خیلی مسابقه ها شاگردای خود را تیار میکنیم و اشتراک میکنند. البته بعداً در سالهای آینده از همین مسابقه ها از همین ورزشگرا پیشروی جمهوری تاجیکستان را یعنی پیشروی گوشین جودو را انتخاب میکنیم. مقصد ما مربیان در این طولاری ورزشی در این روز این مسابقه با خردسالان طرز برآمدن با درون کاویار و درون گلیم گوشتنگیری چخیل برایم و چخیل برآمد کنند و بهترین ورزشگران رو باید ما انتخاب کنیم و بیرون از جمهوری تاجیکستان سفربر کنیم و پرچم تاجیکستان عزیز خود رو بلند برداریم. رقابت‌های میدانی میان پهلوانان نوکار و چهره‌های نودرخش چطور روشن بود؟ سر از نخستین فرصت‌های آغاز رسمی مسابقه دقت‌های همگان را سوی خویش کشید. در حالی که هر والدین به سمت پیروزی‌های فرزند خویش با امید می‌نگریست، مربیان و مسئولان مسابقه از رفت برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها اظهار قناعتمندی می‌کردند.
мо аз ҳамчун мураббиён мехоҳем ки ҳамин хел мусобиқаҳо зиёд шавад, наврасони мо беҳад хушҳолу хурсанд шиданд. наврасон вақте ки туҳфаро мегиранд, медалро мегиранд, дипломо ифтихорномаро мегиранд, беҳад хурсанданд, хушҳоланд. من در طالای ورزشی کانگورت مشق میکنم. من علیخانزاده مهرانه نام دارم و من اسامی شاید در این مشق میکنم. من میخواهم که در این مسابقه اول جای اول را بگیرم و چمپیون شوم و مدال طلا را بگیرم. همچنین از نگاه جالبیت مبارزه‌های میدانی این مسابقه نیز استثنا نشد، زیرا آن اشتیاق و رقابت‌پذیری را که خردسالان بهره رسیدن به زینه‌های افتخاری نشان می‌دادند، البته که منظره‌های ناتکراری ورزشی را از خود می‌ماند. ما مربی‌ها باید در این مسابقه در این چهاربینی باید بهترین ورزشکارا رو انتخاب کنیم و بیرون از جمهوری تاجیکستان سفربر کنیم، پرچم تاجیکستان عزیز خود رو بلند برداریم. باعث خوشنودی است که در این مسابقه جودو میان کودکان و نورسان ما شاهدی برآمد شماره زیادی گلدختران شدیم که در هفته رقابت‌ها از خود فعالی خاصه نشان می‌دادند. من فکر میکنم که خیلی شما شاهد بودید، نورسان خیلی یک رقابت‌های خوب و جالب گذراندن که اینجا هم بین دخترها بود رقابت‌ها، هم بین پسرها. از این سبب ما بسیارتر کوشش کرده ایستادیم که جوان دختران را نیز در این نمود ورزش جودو بسیار شوقمند کنیم. از این سبب ما بین دختران نیز این مسابقه را تشکیل کردیم. وقتی رقابت‌ها در وزن تا 25 کیلو میان دختران گلجان بابای و نفری بهترین دانسته شد. او توانست که در رقابت فینالی صفیه واحد را شکست دهد و یکی از غالبان 4 کاتگوری‌های وزنی میان دختران گردید. در وزن تا 28 کیلو میان دختران باشد، همگان شاهد قهرمانی زحل رحمان و شدند. نفری که توانست بر شهزاده ناصرزاده زور برآید. این نفران نیز در وقت جایزه سپاری چون نفران دیگر جایزه دار خرسندیش حد و کنار نداشت.
مهرافزون سیفور و از زمره آن دخترکان موفق گردید که این روز در وزن تا 30 کیلو عنوان قهرمانی را مال خود کرد. او در فینال بر فیروزه بایو ظفر یافت. من سیفور و مهرافزون در این مسابقه اشتراک کرده غالب جای اول شدم. در آینده میخواهم گشتنگیر خوب شوم. شماره نفران جایزه‌دار در وزن‌های گوناگون میان پسران وابسته به زیاد بودن اشتراکچیان در این کاتگوری وزنی بیشتر بود. حبیبزاده ساهله توانست در وزن تا 21 کیلو با شکست دادن موسی گلوف با عنوان قهرمانی برسد. من حبیبزاده ساله در این مسابقه 4 پس زدم جای یکم کلاگی شدم. انصار شریپوف با ادریس حسن زاده دارنده دو زینه نخستی وزنی تا 27 کیلو بوده. بیلال صالحوف و محمد امین سعیدوف توانستند که طریق اشغال دو مقام سیوم و شاه صوفی ظفر برآیند. در ردیف پیشنهاد نمودن لحظه های خاطرمان از رقابت های میدانی این غنچه های امید جدای مملکت همچنین میتوان اشاره نمود که در سطح بلند گذرانیدن مسابقه های ورزشی و تکمیل مهارت ورزشگران البته که از عامل های اصلی رشد دلخواهی نوع ورزش به حساب می روند. من فکر میکنم که خیلی یک مسابقه خوب گذشت. خوشبختانه به یگان جراحت برداشتن از همه چیزی اساسی می باشد که مسابقه ما به یگان ورزشگر ما جراحت نبرداشت و ما از این خیلی شکرانه میکنیم. در جنبستی سخنسرین مسابقه جالبی جودو میان کودکان نورسان در تالاری ورزشی کانگورت میتوان خلاصه برآورد که ورزش جودو نورسان و جوانان را به راه‌های درست، زندگی سالم و روحیه قهرمانی راهنمایی میکند. همکنون با عزم قوی و تلاش‌های زیاد دستپروران تالاری ورزشی کانگورت به سوی موفقیت‌های بیشتر تلاش میکنند.